با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. امشب میزگردی داریم با حضور بهروز فراهانی و تقی روزبه در رابطه با بررسی جنبش اشغال وال استریت، مشخصات اون و به هر حال نکاتی که در رابطه با نحوه سازماندهی و رابطه اون با احزاب و اتحادیه‌های کارگری و به هر حال آنچه که بحث خیلی مهمی رو در بین فعالین چپ دامن زده رو امشب با این دوستان و عزیزان به پیش میبریم. من ابتداً بحث خودم رو با آقای بهروز فراهانی آغاز میکنم. بهروز عزیز، اگر تو شما لطف کنید در رابطه با مختصات این جنبش بتونید با بینندگان ما صحبت کنید، البته از اونایی که وقت ما محدوده بتونیم هرچه مختصرتر صحبت کنیم که بتونیم به نکات خیلی بیشتری در این بحث و گفتگو و مناظره بپردازیم. ممنون میشم که بحث خودتو آغاز کنید. با کمال میل. سلام به بینندگان تلویزیون شما. همونجوری که خب میدونیم مدت هاست که الان جنبشی به نام اشغال وال استریت در آمریکا شروع شده و در کشورهای دیگه هم به تأثیر از اون یک سری حرکاتی داره صورت میگیره، هر کدوم تحت عناوین مختلف، اما همه اینها در واقع یک خصلت ضد سرمایه‌داری نئولیبرال رو دارن و ویژگیشون هم عمدتاً از این هست که در مقابل سلطه‌ای که آن سرمایه مالی داره اعمال میکنه. این جنبشی که در اشغال وال استریت شروع شد و در واکنش به این سلطه‌ای هست که الان همه دیگه توی دنیا دارن میبینن، سلطه‌ای که سرمایه مالی در سرمایه‌داری نئولیبرال الان داره اعمال میکنه به زندگی میلیاردها آدم و عملاً ما همه جا شاهد این هستیم که در واقع این دیکتاتوری سرمایه است که داره اعمال میشه، واکنشی رو نسبت به این برانگیخته که مشخص‌ترین شکلی که به خودش گرفت شکل همین اشغال وال استریت در آمریکا بود. به تأثیر از این در شهرهای دیگه هم جنبش‌هایی به راه افتاد. همه اینها خصلت این رو دارن که سرمایه‌داری نئولیبرال رو مسئول این وضعیت میدونن، مسئول این بحران میدونن و در تلاشن که بر علیه اقتدار اون اقداماتی رو بکنن. وقتی که شما به کشورهای مختلف نگاه میکنید، مثل اسپانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان، انگلستان و آمریکا، یک چیزی رو باید مشخصا ازش دید و اون اینه که نمیشه همه این جنبش‌ها رو یکسان و دارای یک شکل معینی که قابل کپی کردن در جاهای مختلف باشه کرد. تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن با توجه به سابقه مبارزه‌ای که در این کشورها بوده، با توجه به نیروهایی که عملاً درگیر هستن در اونها، در هر کجا مشخصات ویژه‌ای خودشون رو دارن. مثلا به هیچ وجه نمیشه جنبش بسیار بزرگی رو که در آمریکا شروع شده و الان همینجور ادامه داره و علی‌رغم اینکه کاملا رسانه‌های بزرگ، رادیو تلویزیون‌ها و غیره، اونایی که شریان اصلی اطلاعاتی در آمریکا هستن، عملا این جنبش رو بایکوت کردن، در راجبش خیلی کم حرف میزنن و عمدتاً اینها از طریق اینترنت هست که با هم دیگه تماس میگیرن و اخبار خودشون رو اشاعه میدن. ما شاهدین هستیم که در شهرهای بزرگ آمریکا این جنبش داره ادامه پیدا میکنه و این خوشترین خبری هست که ما تاکنون از آمریکا شنیدیم بعد از جنبش ضد جنگ ویتنام که در دهه 60-70 اتفاق افتاد و این یک خبر واقعا خوشحال کننده هست و این واکنشی که اونجا الان داره از طرف دانشجویان، جوانان، کارگران، چه بیکار چه باکار، کارگران شاغل، الان نسبت به این مسئله دارن از خودشون نشون میدن، مسئله بسیار مهمیه و به خصوصی که وقتی نگاه میکنیم به مقصد بندی که این جنبش در شهرهای مختلف به طور مشخص به عنوان یکی که حالت نمونه‌وار داره در اوکلاند، میبینیم که با اشکال سنتی مبارزاتی مثل اتحادیه‌ها هم رابطه خیلی خوبی رو برقرار کردن و اشکالی از اعتصاب عمومی یک روزه اعلام کردن، اشغال بندر رو اعلام کردن و دست به حرکاتی زدن که بسیار جالب و تحسین‌آمیزه و این نشون میده که یک جای خالی وجود داشته برای مبارزه در این کشورها که الان توسط این شکل داره به نوعی پر میشه و شرکت کارگران، به خصوص کارگران جوان، دانشجویان بیکار و حتی دانشجویی که الان سر کار هستن و آینده‌ای برای خودشون نمیبینن در این جنبش، به ما اجازه میده که خیلی خوشبین باشیم نسبت به حرکتی که داره اتفاق میفته. اما وقتی شما این رو مقایسه بکنید مثلا
مثلا با اون چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد می‌بینیم که این جنبش اصلا نه اون ابعاد رو داره، نه اون تاکید رو داره و نه حتی اون قدرت رو تونسته پیدا بکنه. از این زاویه نباید این رو به عنوان یک چیز جهان شمول بهش نگاه کرد. هر کدومشون ویژگی‌های محلی خودشون رو دارن با توجه به اون چیزی که اینها رو به هم دیگه وصل می‌کنه و نقطه مشترک اینها هست، در اینها نقطه قوتشون هم هست، این است که اینها قلب سیستم رو که سرمایه‌داری لیبرال باشه هدف گرفتن، خصلت ضد سیستمی دارن، ضد نظامن، با گرایشات مختلف، با در واقع انواع تحلیل‌ها و پیشنهادهای متفاوت و از این زاویه این رو در مجموع باید در ادامه جنبش‌های فرومی بهش نگاه کرد و همونجوری که خود فروم هم در کشورهای مختلف ویژگی‌هایی داشت که اینها متفاوت می‌کرد از هم دیگه، این جنبش‌ها هم با هم دیگه متفاوت هستند و از این زاویه باید به اینها به طور مشخصاً برخورد کرد و ازش تئوری عمومی به نظر من نباید سعی کرد که آدم در بیاره مثابه یک بدیل یا مثابه یک آلترناتیو یا یک چیز جدیدی که پیدا شده که همه اشکال دیگر رو در واقع تحت شعاع خودش باید قرار بده. این هم عجولانه است، هم به لحاظ واقعیتی که داریم در کشورهای دیگه ما باش روبرو میشیم نادرسته. اما به خصوص در اونجایی که جای اصلیش هست، یعنی مسئله آمریکا، بسیار این جنبش خوشحال کننده است در غیاب احزاب پرقدرت سیاسی، در غیاب جنبش‌های مبارزاتی و مطالباتی که اونجا بوده، این واقعا یک خلایی رو پر کرده. البته حتی در آمریکا هم نباید فراموش کنیم که این یک رعد در آسمان آبی و بدون ابر نبود، بلکه درست قبل از این ما با ماجرای حمله فرماندار ایالت ویسکانسین روبرو هستیم، شهر ویسکانسین روبرو هستیم به قانون کار در اونجا و اعتراضی که کارگران ویسکانسین کردن که برای اولین بار بعد از جنبش مقاومت ضد جنگ ویتنام ما شاهد این هستیم که اینها تالار شهرداری رو اشغال کردن، تظاهراتش هم 10,000 نفره که اتحادیه کارگری درش سازمان دادن و در مقابل تعرض فرماندار دولت محلی و سرمایه‌داران این ویسکانسین مقاومت جدی رو کردن. درست 2 ماه بعد از اون هست که ما شاهد این جنبش اشغال وال استریت هستیم و اینها رو در واقع از یک خانواده باید در نظر گرفت و این بسیار خبر خوشحال کننده ای هست که از آمریکا میاد. من اینجا وامیستم که نظر رفیق عزیزم تغییرم بشنویم که برید چه داد. ممنون از شما آقای بهروز فراهانی. خب آقای بهروز، مختصرا اگه شما نیز بتونید نظرتون رو در رابطه با این جنبش مطرح کنید و پس از اون بتونید به جزئیات این بحث بپردازیم و اختلافاتی که ممکن در این زمینه وجود داشته باشه. ارزیابی شما به طور کل در رابطه با این جنبش چیست؟ بله، این جنبش در واقع همونطور که رفیقمون گفت سابقه داره، پیشینه داره. از سال 1990 حداقل ما شاهد این حرکت‌ها بودیم، حرکت‌هایی که در مسئله همین ویسکانسین چه گفتن اشاره کردن و همینطور در کشورهای اروپا، در خاورمیانه خود این جنبش‌ها خودشون مطرح کردن که چقدر الهام گرفتن از تحریر، تأثیرات متقابلی که اینها بر هم می‌گذارن و همینطور این زمینه تغییر، درخواست تغییر در جامعه آمریکا و در بقیه کشورها وجود داشته که در مورد آمریکا این به وسیله حزب دموکرات در واقع مصادره شد به این ترتیب که اون نیروی تغییر و خاص تغییر که وجود داشت بتونه به سبد حزب و در رقابت‌های خودشون کانالیزه کنه و این کارم البته کردن برای یه دور تا از اونجایی که این پتانسیل‌ها خیلی عمیق بود و این محصول یک دور طولانی انباشت مطالبات هست و انباشت تجارب چه منفی چه مثبت که از نسل‌های قبلی، مبارزات قبلی داشته، قرن 20 داشته، به اینجا منتقل شده. طبیعتاً اون به اصطلاح کنترل شد به طور نسبی، ولی از اونجایی که به سرعت این پتانسیل بالا بود و اوباما هم در مقابل منافع نظام سرمایه‌داری وقتی رفت کاخ سفید از هم اول در واقع سیاست‌هاشو و وعده‌هایی که داده بود فراموش کرد و سیاست‌های اینها رو پیش برد، طبیعتاً این جنبش بلافاصله به اون آگاهی و زمینه‌ای که داشت بدون که زیاد وقتی بشه منتقل شد به پایین با یک زمان معین. خب این جریان بس یک وقفه به اصطلاح طوری نداشته، تاریخ ادامه دار بوده، منتها خب نقطه جهش جدیدی است
و از قضا یک از ویژگی‌هاش جهانی بودنه. حالا اینو من بعدا صحبت میکنم. به هیچ وجه حالت منطقه‌ای نداره، یک بسیار گستره وسیع داره. این ویژگی‌هایی که در هر نقطه هست طبیعتاً وجود داره و باید هم وجود داشته باشه. منتها از خود ویژگی‌ها نمیشه مثلا جدا بودن اینها رو، تبار دیگه رو در بردن از یک جنس هستن و در مجموع و اشکال متنوعی که در جاهای مختلف اتفاق میفته، ولی با خصائص و طبیعت در واقع ثابتی که بیانگر مشخصات این نوع جنبش هست. این رو اگه در نظر بگیریم، این جنبش مثل هر جنبش اصیلی وقتی شکل میگیره که مطالبات واقعی، عینی، فرادی وجود داشته باشه و به اونها پاسخهایی بده و اعتراضهایی بکنه. این جنبش هم متضمن اعتراض به این وضعیت، هم در خودش پاسخهایی رو نهفته داره. به نظر من اگر بخوام در این زمان کمی که داریم اشاره بکنیم، دو نکته بحرانی بسیار مهمه که ویژگی‌های این جنبش هم رقم میزنه. یکی مسئله بحران دموکراسی در غرب که اساساً به معنی اینه که سرمایه‌داری با دموکراسی سوری و دموکراسی که وسیله نمایندگانی که انتخاب میکرد اینا رو میخرید و کانالیزه میکرد به سرمایه خودش، ولی از زبان مردم، از زبان دموکراسی طبیعتاً سرمایه‌داری از طریق همین اصطلاح نشان دادن که از زبان مردم صحبت میکنه، جلب رضایت اونها و اونا فکر میکنن خودشون تصمیم میگیرن میتونه حکومتشو و ماندگاری خودشو در این مدت‌های طولانی که داره حفظ کنه. چرا؟ برای اینکه با سرکوب و عریان مثلا در این جوامع پیشرفته امکان پذیر نیست، ولی از طریق جلب رضایت، از طریق مثلا نمایندگان خودشون، از طریق کانالیزه کردن اینها این مسئله رو پیش برده. این رضایت، این هژمونی به طور واقعی اتفاق افتاده. حالا این دموکراسی در واقع سوری با اون چیزی که به طور واقعی جریان داشته در این بحران‌های جدیدی که ایجاد شده، مخصوصاً ابعادش فراگیری هست، خیلی برملا شده، علنی شده و بحران دموکراسی بروز در مورد یونان، در مورد ایتالیا، همه جا ما اینو می‌بینیم. اسپانیا خیابان مردم چیز دیگه میگن، نمایندگان میگن چیز دیگه میگن. حتی فراتر از این مثلا برلوسکونی رو یا نمیدونم نخست وزیر یونان رو دعوتش میکنن، میارنش اونجا، میشونن تو نهادهای صندوق بین‌المللی پول و نهادهای سرمایه‌داری جهانی دیکته میکنن دستور کاراشون رو میفرستن و بعد اون اجرا کنن. یعنی برای افکار عمومی، برای انظار عمومی این دوگانگی دموکراسی بسیار مهمه. این اعتراض به دموکراسی که از پایه‌های مهم اینجا میشه، ولی در این حال در دل خودش بچه مثبت و بدیل هم داره که نقطه بسیار جهش و مهمیه نسبت به جنبش‌های قبلی و اون هم اینه که دموکراسی مستقیم، دموکراسی که سوژه‌های خودشون سوژه‌ها دیگه احزاب، طبقه، اون شکل قدیمی رهبری، اون نهادها نیستن، نه که اونا نیستن، سوژه‌ها نیستن، اونها نمیتونن عامل تعیین کننده باشن و سخنگو باشن و پیش ببرن، رقم بزنن، بلکه خود مردم میان صحنه در اشکال معین مثل مجامع عمومی، یعنی مجامع اصلاح خودمختار، خودفرمان خودشون برپا میکنن در بستر در واقع سازوکارهای خارج از سیستم. چرا؟ برای اینکه خود این سیستم رو بس رسیده و تمام تلاش‌های گذشته در چارچوب این پاسخ نداده. این یک جهش آگاهی است که مبارزات به خارج از سیستم منتقل میشه و در مجامع عمومی و فضا مکان‌هایی که باید اشغال بشه. نه فقط خیابان بسیار مهمه که بحث جدا می‌کنیم چگونه مثل اهمیت پیدا کرده، ولی علاوه بر اون در تمام فضاهای جامعه. این اولین مثلا محور بحران هست که بدیل خود حکومتی باشه، مستقیم مثلا دخالت کنن، دموکراسی مستقیم باشه، نفی نمایندگی از اینجور به اصطلاح کانال‌ها باشه، نه نفی که مطلقاً وجود نخواهد داشت. هژمونی و پیشروندگی اینه که توده‌ها با امکانات امروز و جهان امروز صحنه میتونن خودشون نقش آفرینی کنن. اینا داره اتفاق میفته جلوی چشممون. این یک. دومین نقطه مسئله اقتصادی، بحران وسیع فراگیر اقتصادی. این بحران اقتصادی در واقع سرمایه‌داری تونسته چکار کنه؟ اولا که فقر و بی‌امنیتی شغلی رو فراگیر بکنه در سراسر جهان و هیچ امنیتی کارگران، تولید کنندگان ندارن. در این نظامی که پیشرفته این نئولیبرالیسم هر چی بذاریم به هر حال این مسئله اتفاق افتاده. خب این یک مسئله هست که ما شاهد هستیم که
از نظر اقتصادی فقر و فاقه تولید، بحران‌های اخیر، برنامه‌های ریاضت اقتصادی هم که چگونه به اصطلاح دولت‌ها به بانک‌ها خدمت کردن و تمام مثل امکانات در اختیار اونها گذاشتن، موجب شد که مسئله به این صورت در بیاد که چاشنی تجاری داشته باشه. یعنی مردم جلو چشم می‌بینن که چگونه منابع اقتصادی، دولت‌ها، همه امکانات در خدمت بورژوازی هست. خب این یک مسئله. در مورد اقتصاد به خصوص یک مسئله رو باید تاکید کرد و اون انحصار بسیار عظیم است که اتفاق افتاده و اون 1.99% است که یکی از شعارهای مهم این جنبش است. یعنی در واقع همونطور که گفته میشه صدها در واقع شرکت فراملی جهان دارن میچرخونن. آخرین مثلا یک از این گزارش‌های جالبی که بوده و 147 تا رفته قشنگ در مورد کروکشو که چگونه اینها هستن که از 43,000 شرکتی که وجود دارن از جهان نبض اصلی دنیا رو در دست می‌گیرن. یعنی این انحصار که مثلا رو به قدر کافی شفاف کرده چگونه به اصطلاح فقر و فاقه رو در این حال این نکته رو بعد اضافه کنم که این جنبش در شرایط همینطور اتفاق نیفتاده، شرایط عادی، بلکه در شرایط اتفاق افتاده که تکنولوژی، امکانات تولید، قدرت تولیدی، ابزارهای تولید، انقلاب فنی اطلاعاتی و تمام به اصطلاح چیزهایی که به هر حال بیانگر سطح تولید هستند و جهش‌های این مسئله هستند اتفاق افتاده و در این حال درست این نعماتی که این جنبش‌ها، این تکنولوژی، این ابعاد کار به ایجاد می‌کرد برای جنبش‌های مثلا روشن کرده که هیچ چیزی نصیب اینا نشد. نئولیبرالیسم از قضا از اون موقعی به اصطلاح تعرض شروع کرد که مثلا در همین کشورهای اروپایی 35 ساعت کار مطرح شده بود. یعنی پاسخ به نیازها، به بحران، به خواستها به شیوه نئولیبرالیستی در زدن 35 ساعت که هیچی، بلکه اصلا ثبات کار رو در واقع از دست دادن و اصلا بیقانونی رو حاکم کردن. این مسیر طی کرد و طبیعتاً در چنین شرایطی الان ما شاهد هستیم که سویه مردم، سویه به اصطلاح مردمی که علیه سرمایه هستند فعال شده، در حالی که در دوره‌های قبلی همون که مثلا نئولیبرالیسم تعریف شد که سویه‌های مردمی اونقدر فعال نبودن که اونها میتاختن. اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که سویه به اصطلاح مردم، سوژه‌های خودجهان، سوژه‌هایی که به هر حال وارد صحنه شدند و اعتراض دارند وارد صحنه شده و این مسئله مبارزه طبقاتی رو به یه سطح جدیدی رسونده که مسئله بسیار مهمی است. من البته از این دو تا مشخصه عمده‌ای که هر دوتاشون بیانگر عام‌ترین خصوصیات هستن یک نتیجه رو میگیرم و بعد مشخصات دیگر رو به بحث‌های دیگرمون بسیار ارتباط که قرار بشه خواهم گفت. اون مسئله اینه که رابطه بین دموکراسی و مسئله اقتصاد به صورت یک شعار پیوند ناگسستنی آزادی و برابری که در گذشته مثلا فرض کن برابری رو عدالت رو مطرح می‌کردن ولی آزادی نبود. طبیعتاً نه برابری در کار بود و آزادی هم مبتنی اولا نبود و این جنبش‌ها شکست خوردن به دلیل همین مسئله. معنا نداره، یعنی بدون مثلا آزادی برابری معنا نداره، بدون برابری هم آزادی معنا نداره. این پیوند است که الان برقرار شده. سرمایه‌داری هم درست همین سرمایه‌داری که ما باش مواجه هستیم مثل آزادی در مقابل برابری قرار داده و تحت همین عنوان بازار آزاد اینها این در واقع استثمار و این وضعیت فراکتبار رو تأمین داده و ایجاد کرده. این مهمترین ویژگی این پارادایم است که اتفاق داره میفته. آقای تقریب‌نویس اجازه بدید که بحث رو بگردیم، خیلی کوتاه‌تر صحبت بکنید که ما بتونیم به هم فرصت بیشتری بدیم به نقد و بررسی نظرات همدیگه. به هر حال از اونجا که من میخوام که شما نظرات همدیگر هم اگر نکاتی رو دارید نقد بکنید در فرصت خودتون میتونید دقیقاً اینطور مشخص بپردازید. آقای فراهانی، همونطور که در صحبت‌های شما بود به هر حال به نظر میاد شما به این جنبش آنچنان که آقای تقی روزبه نگاه میکنه خوشبین نیستی و حداقل خیلی زود میدونید که آدم بتونه داوری و قضاوت مهمی بکنه. به هر حال اون چیزی که در سابق مطرح بوده نقش فعال احزاب و اتحادیه‌ها بوده در تحولات اجتماعی سیاسی، ولی الان یک جنبشی سربلند کرده که به هر حال ادعا میشه که در تقابل و در مقابل این جنبش اگر این اشکال سنتی مبارزه نبوده باشه ولی اونها را تونسته تحت شعاع قرار بده
و کارکرد گسترده تری از اونها داشته باشید. آیا شما با این قضیه موافق هستید و جایگاه و رابطه اون رو با احزاب و اتحادیه ها چگونه می‌بینید در این رابطه؟ و اگر احیانا نکاتی رو دارید که در رابطه با صحبت‌های آقای تقی روزبه مطرح شده و شما نقدی به اون دارید، میتونید صراحتاً به اونها بپردازید و از این فرصت استفاده کنید. البته لطف کنید کوتاه صحبت کنید رفقا که ما بتونیم فرصت بیشتری به هم بدیم برای نقد نظرات هم. من سعی می‌کنم که حتما کوتاه صحبت کنم. ولی خب رفیقمون تقی اینقدر مسائل متعددی رو مطرح کرد که تقریبا نمیشه راجع صحبت کرد و از جنبش کوپای وال استریت، اشغال وال استریت، مسئله خودحکومتی، مسئله دموکراسی، مسئله سوژه طبقه انقلابی، همه اینا رو در واقع راجعش صحبت کرد و توی جملاتی هم گفت اتفاقا دو تا حکم ضد و نقیض داد، چون اونجایی که راجع سوژه انقلاب صحبت کرد گفت دیگه مسئله طبقه اینا مطرح نیست، ولی آخرش توی نتیجه‌گیری گفت طبقه مبارزه طبقاتی و طبقه انقلابی هم هست. من هنوز نفهمیدم که بالاخره منظورش کدومه، ولی اونجایی که من گفتم نباید از این نتیجه گرفت که این نیست جمع شمولی که همه جا مثل همه. بزرگترین نمونهش این رو نگاه کنید، در بحث تئوریک نمی‌کنم، بحث آمپیریک می‌کنم. نگاه کنید ببینید در اروپا جایی که بیشترین فشار الان وجود داره و سنگین‌ترین ضربات داره زده میشه در یونانه و در یونان جنبشی به نام آکیوپای بورس یونان به وجود نیامد. مطلقاً جنبشی که شباهت داشته باشه به جنبشی که در آمریکا اتفاق افتاده در ضعیف‌ترین حلقه اروپا، اونجایی که الان بیشترین شلاق دیکتاتوری سرمایه داره زده میشه که کشور یونان باشه و انواع اقسام پراکنی‌های ناسیونالیست ما داریم می‌بینیم، فشارهای بانکی رو داریم می‌بینیم، مثل شمشیر رو دارن تیز می‌کنن که گردن مردم یونان بزنن. ما اساساً جنبشی به نام آکیوپای بورس یونان نداریم. برعکس اون چیزی که اونجا داریم یک جبهه متحد کارگری هست از احزاب چپ، از اتحادیه کارگری که تا به حال چندین اعتصاب عمومی پیروزمند رو هم گسترده هدایت کرده و متونسته در مقابل این جنبش مقاومت کنه. اینکه تا چه حد زورش برسه چیزی رو عوض نمی‌کنه در این که در اونجا ما اساساً با این جنبش روبرو نیستیم. در نتیجه این چیزی که رفیقمون تغییر نتیجه میگیره به عنوان راه حلی که پیدا شده و در واقع همه جا هم مثل همه و میگه این ویژگی‌های محلی تنها اشکال این برانورش می‌کنه، اصلا نادرسته. برای اینکه در مورد یونان صد نمی‌کنه. در مورد ایتالیا هم که دومین کشور هست تا اینجا صد نکرده. ما همچین جنبش رو در اینجا نمی‌بینیم. پس عجله نکنیم، زیاد خوشبین نباشیم به اینکه این رو خیلی ساده تعمیمش بدیم. این تعمیم نادرسته. نه تنها علمی نیست، بلکه به دراز تجربی هم خلاف ثابت شده. پس خود یواشتر بریم. به عنوان اینکه این یک چیزی هست که دوای دردیه که پیدا شده و به مشکل دموکراسی هم پاسخ خواهد داد. مشکل دموکراسی و بحران دموکراسی نمایندگی یک چیز واقعی هست، درست هست و اتفاقا نقطه ضعف دموکراسی نمایندگی الان به وضوح خودش رو داره نشون میده و اون جمله صاحب مارکس واقعا دوباره به میدان اومده که کمان، دولت نوع کمان الان پاسخی هست که در واقع باید داد به بشریت، پاسخی که آورده برای پاسخ دادن بدیل در مقابل سرمایه‌داری. دوباره خودش رو آورده و می‌بینیم که چیزی که ممکنه مسئله هست اینه که کمان ترکیبی از دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیمه. نه به تنهایی دموکراسی مستقیمه، نه به تنهایی دموکراسی نمایندگی و تمام اون جوهر اصلیش، اون گوهرش که الان واقعا همه داریم می‌بینیم کمبودش در این جوامعی که دموکراسی بورژوایی درش هست و اون مسئله قابل عزل بودن نمایندگان رو به وجود داریم می‌بینیم. اما با استناد به اینکه شکلی پیدا شده در این جنبش رو و این مثل جنبش وال استریت این رو به عنوان یک بدیل ما بخوایم بهش استفاده بکنیم، من به نظر فکر می‌کنم که خیلی عجولانه است و یک مقدار زیادی آرزوها و امیال خودش رو آدم به جای گذاشته. تکرار می‌کنم در دو حلقه اصلی که الان این فشار سرمایه لیبرال هست، ما با این جنبش روبرو نیستیم و اتفاقا اون جایی که مسئله تعصب یا زیر ضرب دیکتاتوری سرمایه یا زیر ضرب دیکتاتوری اوریان و لخت مثل تونس، مثل مصر، مثل کشورهای دیگه عربی که درش داریم می‌بینیم، مثل خود لیبی که بود، ما اونجا ببینیم که این جنبش‌ها پاسخ میدن و این خلأ رو سعی می‌کنن که پر بکنن. به نظرم یه بخشی از بحثمون هم باید به سرنوشت این جنبش‌ها ببینیم. جنبش تحریر چی شد؟ چه مشکلی براش داره پیش میاد الان؟ نقش اخوان المسلمین و احزابی که وجود دارن رو باید نگاه کرد. اینجوری نیست که بگیم که تحریر پیدا شد
شکل جدید دموکراسی نمایندگی مستقیم رو نشون داد، ولی اخوان المسلمین خوردنش و باید یه مقداری اینا صحبت کرد، نمیشه اینجوری حرف زد و ازش رد شد. این نکته. مسئله دیگه اینه که اتفاقا اگر من بخوام به عنوان یه چیزی نقطه ضعف بزرگ این اشکالی مثل آکوپای وال استریت رو بگم و نقطه قوتش رو هم در کنارش بگم، اولین چیزی که وجود داره اینه که این نقطه قوتشه، همونجوری که تقیی هم بهش اشاره کرد، ما بعد از یک دوره وفاق عمومی که زیر باران تهاجم ایدئولوژیک سرمایه‌داری باش روبرو بودیم و توده‌های مردم شیوه زندگی سرمایه‌داری رو کاملا به عنوان یک شیوه تنها شیوه موجود می‌پذیرفتند و اعتراض زیاد بهش نمی‌کردند و اقتدار سرمایه به قول گرامشی بر اساس این وفاق وجود داشت، ما الان شاهد این هستیم که صحبت از ما و آنها میشه. در آمریکایی که بعد از 11 سپتامبر همه می‌نشستن و دست روی قلبشون می‌ذاشتن و سرود آمریکایی رو می‌خوندن و خوش می‌دادن به همه دنیا، ما شاهد این هستیم که میگن ما نماینده 99%ایم و این 1% دارن ما رو خفه می‌کنن. ما برای اولین بار در اشل میلیونی با اعلام تفاوت‌های طبقاتی روبرو هستیم. این مسئله فوق‌العاده مهمیه. یکی از دستاوردهای جنبش آکوپای وال استریت اینه که صدای این اکثریت زیر ضربه رو نه تنها بلند کرده، بلکه در تقابل با اون طبقه حاکم داره مطرحش میکنه و ما و آنها میکنه. این پدیده فوق‌العاده مهمه. این اولین عنصر آگاهی طبقاتی هست. تشخیص این که آمریکایی با هم دیگه یکی نیستن. آمریکایی ها، ما ملت آمریکا هم چیزی وجود نداره. در ملت آمریکا 1% هستن مثل طبقه حاکمه که دارن پوست 99% دیگر میکنن و این چیزی هست که مارکسیست‌ها هم باره گفتن جوامع تقسیم شدن به طبقات و این مسئله ما و آنها فوق‌العاده دستاورد مهمیه در برابر کشوری که یادمون نره شعار عمومیش امریکن وی آف لایف بوده، شیوه زندگی آمریکایی و دفاع از اون و اینکه ما آمریکایی‌ها سطح زندگیمون اینجور هست اونجور. خیلی دستاورد مهمه. در این حال این ما یک مجموعه است، یک مجموعه‌ای از حقوق‌بگیران، از کارگران و غیر است. درش اقشار مختلف نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنه و این در بین این ما 99%ی اون هسته اصلی که باید بتونه در واقع خودش رو جمع جور بکنه و هدایت بکنه این مبارزه خودانگیخته‌ای رو که الان پیش داره میگیره، اون طبقه کارگر صنعتی آمریکاست و اون موقع اونها هستن که میتونن چرخ تولید رو بخوابونن. شما نگاه کنید یکی از کارهای درخشانی که در اوکراند اتفاق افتاد و در حقیقت ائتلاف با اتحادیه‌های کارگری برای بردن به جلو به مسئله اقتصاد عمومی هست. یعنی میخوام بگم در همون جام که در تازه ما شاهد یکی از درخشانترین نمونه‌های این جنبش عمومی هستیم، مسئله این نیست که اونها جایگزین اشکال دیگه و اشکال سنتی مبارزه بشن، بلکه در کنار اونها و در اتحاد با اونها دارن اقدام میکنن. در نتیجه این جنبش‌ها رو نباید جنبش‌ها یا جایگزین بقیه دید. این بسیار بسیار نادرست و به خصوص در جایی که احزاب دارن کار خودشون میکنن، اون کاری که باید بکنن به عنوان معترض و سازمانده مبارزه علیه این 1%، مثل کشور یونان ما داریم می‌بینیم که اشکال سنتی مثل جبهه واحد توده‌ای، مثل جبهه واحد کارگری دارن عمل می‌کنن و خیلی خوبه. پس این رو به عنوان یک بدیل عمومی که همه جا قابل صادر کردن است به هیچ وجه نمی‌پذیرم. این رو به عنوان اینکه مسئله بذر آگاهی رو داره پخش می‌کنه و مسئله مبارزه طبقاتی، تفاوت‌های طبقاتی رو به عنوان یکی از اصول حاکم در جامعه سرمایه‌داری مجددا آورده، اون هم در کشوری مثل آمریکا که اپوزیسیونی که تا حالا در مقابل اوباما وجود داشته آدمخورهایی هستن مثل تی پارتی، یعنی بورژوازی هار لیبرال، طالبان لیبرال ها در واقع به عنوان اپوزیسیون در مقابل اوباما قدم کرده بودن. آکوپای وال استریت مسابقه یک فضای دموکراتیک، یک فروم عمومی که بحث‌های دموکراسی در شکل می‌گیره، این فضا رو شکست و اجازه داد که صدای آلترناتیوها به گوش برسه و از میکروفون رو در واقع از دست تی پارتی گرفته و این بسیار بسیار مسئله مهمی است و از نقاط قوت این است. من وامیستم که منطقی هم صحبت بکنیم که بتونیم جلو بریم. آقای تقی‌الدین، شما صحبت‌های بهروز فراهانی رو شنیدید. به هر حال انتقادی داشتن به اینکه اون چیزی که شما مطرح کردید در همه جا صادق نبوده، به خصوص در کشورهای عربی و در یونان و ایتالیا. به هر حال پاسخ شما در این رابطه چیست و چگونه از این قضیه دفاع می‌کنید؟ این جنبشی که شکل می‌گیره، جنبش‌های نوین
به این معنا است که یک شبه فرادی میشن، جهانی میشن. همیشه حرکت‌های نو، حرکت‌هایی که متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات امروز جهانه، از نظر نوع سازمانیابی، از نظر نوع نگاه و خیلی چیزهای دیگه، یک شبه اتفاق نمیفته، ولی روند گسترش یابنده دارن و میتونن چکار کنن؟ اشکال دیگر رو جهت بدن و در مجموع تقویت بشن و جامعه همیشه یک از ویژگی‌هاش پلورالیستی بودنه، یک از ویژگی‌های جنبش هم همینه. اشکال دیگه هم وجود دارن ولی اونها یه عامل تعیین کننده نیستن. مثلا مثالی که در مورد کارگران صنعتی، این مسئله مشهوده. کارگران صنعتی بخش از این جنبش حتما هم باید باشن، ولی از قضا دقیقاً وقتی ارزیابی صورت بگیره از کل وضعیت جهانی، ساختارها و تحولات شگفتی که سرمایه‌داری دچارش شده از نیروی کار، از نظر بسیاری از عوامل تولید، به این معناست که شرایط ایجاد شده سرمایه‌داری بسیاری از نیروهای کار رو در واقع غیر ثابت کرده، منعطف کرده. سرمایه‌داری در خود کشورهای متروپول جهان سوم ایجاد کرده، سرمایه رو صادر میکنه، کارگران بخش‌ها و جاهای دیگر که ارزان‌تر کار میکنن علیه اینا و اینها شرایط جهان رو چنان دگرگون کرده که کارگران صنعتی در واقع در وضعیت موجود از قضا جز اونا نیستن که پیشتازان این حرکت هستن. این واقعیتیه. حالا یکی از ویژگی‌های جنبش همینه که کلیشه‌هایی که چپ داره از گذشته و مربوط به گذشته و شرایط گذشته است با اینها درگیره و این معلومه که یک دوره ما اینو خواهیم داشت. چپ سنتی گروه کنیش ما اینا نخواهد خورد، ولی واقعیت اینه که به این معنا نیست که اونها نباید بیان و نمیان و الان هم نیستن. طبیعتا هستن، در همین وال استریت هم هستن، در جاهای دیگه هم هستن، منتها ابتکار عمل اونها در واقع مبارزات دائم مجامع عمومی خودگردان مستقل، دموکراسی مستقل، این در واقع نیروی پتانسیل وسیله اونها بر نمیاد، ولی اونها میتونن در این حرکت‌ها شرکت کنن و اتفاقا پیوند اینها بسیار حیاتی است. ولی روشنه که 100 ساله که اینها برای هر کسی که وضعیت رو تحلیل کرده، نه من، که کارگران صنعتی به اصطلاح سازش بزرگ، یعنی اصلا یکی از ویژگی‌های جنبش، من اینو اشاره می‌کنم چون فرصت نشد بقیه‌اش صحبت کنیم، این هستش که اصلا سازش تاریخی رو در واقع محصول اونه، محصول سازش تاریخی است که بین سوسیال دموکراسی، بورژوازی، اتحادیه‌ها به وجود اومده در قرن 20. این مسئله است که کسی نمیتونه منکر بشه، در همه جا هست. یعنی بسیاری از مسائل به معنی نیست که برای رفرم خواستار سفی مبارزه نکردن، ولی بحث اینه که علیه نظام سرمایه‌داری فراتر رفتن نبوده، ضعیف بوده و دلیلش هم روشن. این سازش تاریخی کسی وسیله نولیبرال شکست، اصلا یک جانبه هم شکست و اینها هم در واقع به صورت منفعل نمیتونستن نقش آفرینی کنن، ولی وقتی این جنبش اینا تحلیل اینها فعال میشن. وقتی که از یونان یا از ایتالیا یا از اسپانیا صحبت میکنیم، بعد هر کدام ویژگی‌ها رو انقدر بزرگ میکنیم که برای خودشون میشن یک تباری، به نظر من این درست نیست، این نادرسته. به خاطر اینه که اصلا وقتی از وال استریت گفته میشه که جهان شده، معنیش نیست که نوع شکل معین حرکت وال استریت جهانی میشه. میگم خودش اصلا از جای دیگه الهام گرفته. این نوع بروز در آمریکا علیه سرمایه‌داری که بسیار شاخص بوده، خود ویژگی‌های خودش داره، ولی این به معنی نیست که مبارزه در کشورهای دیگه علیه یه چیز دیگه است. اونها مشخصات عمومی رو باید صحبت کرد، نه مشخصات ویژه این یا اون حرکت رو. مشخصات عمومی علیه سرمایه مالی، برای دموکراسی مستقل و برای مبارزات به اصطلاح مشخص نه درون سیستم. یعنی اگر در یونان اتحادیه‌ها باشن و درون سیستم بخوام مبارزه کنن، خب این از این تبار دیگه است، این نظر داریم. ولی اگر نه میخوان علیه سرمایه‌داری بکنن که اونطور که میگیم ادعا میکنیم جنگ علیه سرمایه‌داری، علیه سیستم، جزء همین هاست و مبارزه میکنن. این به معنی نیست که اتحادیه‌ها نخواهند تونست، اتحادیه‌ها متحول میشن و ساختارهاشون خیلی چیزاست و از قضا اتحادیه‌های رسمی همیشه مخالفت میکردن. اون چیزی که بودی جوشش‌های پایینی بوده، از پایین. از 1967 به فرانسه اتفاق افتاده و جاهای دیگه اتفاق افتاده. از بالا همیشه سازش بوده. حتی همین حزب کمونیست فرانسه موقعی که می 67 شد با همین دو گلینا سازش بود. اینا روشنه و کارگران از پایین شروعش کردن پیوندم خوردن که بعد چند سازش کرد و مخالف بودن تمامی CGT این مسائل. اینا روشن، اینا این چیزای داده‌های تاریخی. ما نمیتونیم
به اصطلاح اینها رو نادیده بگیریم، ولی در این حال اینها بخش از تجربه ما هستند. من اینو میپذیرم که پیوند اینها بسیار مهمه، تجارب اینها بسیار مهمه و این تجربه باید از دل همونا بر بیاد و فراتر بره، نه اینکه در نفی اونها، در تقابل قرار دادن اونها. این یک مسئله بعدی که با مطرح از ویژگی‌هایی که من اشاره کنم، یکی جهانی شدن. یکی از ویژگی‌های این جنبش برخلاف مثلا نمونه فرانسه برای مثلا فلان خواست جهانی شدن، چون خواستها هم جهانیه، هم حرکت‌ها در جهان بازتاب و پیشواک داشته. درستی که هنوز فراگیر نشده، ولی این خصلت کیفیت تازه‌ای است. اینا نمیشه با حرکت‌های حتی چند میلیونی صنفی در داخل کشور مقایسه کرد. این مقایسه اصلا بلا شک غلطه، یعنی اصلا به هم نمیخورن، در یه سطح دیگه هستن، شیوه‌های دیگه هستن. این مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری است و علیه به اصطلاح جهانی سازی است و در برابر اون هست و مسائل این تیپی رو مطرح میکنه. همینطور که در حرکت اخیر دیدیم که در وال استریت مسئله اقتصاد با مسئله مبارزه علیه به اصطلاح کنگره، اشغال کنگره هم ترکیب شد باهاش و مبارزه علیه سیاست و علیه به اصطلاح اقتصاد با هم ترکیب کرده و گام‌های جلویی برداشته. پس بنابراین یکی از ویژگی‌هاش جهانی شدنه که من فرصت ندارم، ولی نتایج بسیار مهمی داره. از جمله اینکه اصلا بدون پیوند بخش‌های مختلف کارگری که بورژوازی از شکاف اینا استفاده میکنه، فلان کشور فلان ملیت، این مبارزه با توجه به سرمایه‌داری جهانی شده و جهانی عمل میکنه. مثلا بدیلش هم باید این کار بکنه و نمیتونه جز این باشه، اصلا بدیل از ویژگی‌هاش باید این باشه. مثلا بدیل هم که میتونه که بدیل حاصل شده عناصری از شرایط رو داره که میتونه بدیل مطرح بکنه، رشد بره، چون در حال شدن هم بوده باید گسترش پیدا کنه جمهوری، ولی خب در طلیعه خودش ما این عناصر میبینیم. مسئله ویژگی دیگه نوع سازمانیابی. سازمانیابی جنبش‌های جدید سازمانیابی افقی شبکه‌ای هستند، یعنی با هیرارشی، سلسله مراتب، فرماندهی از بالا و کنترل که مربوط به دوره‌های قبلی است و با دستاوردهای بشر با از نظر تولید، ارتباط و آگاهی امروز اصلا خالایی نداره. پس بنابراین دموکراسی وسیع‌تر، دموکراسی مستقیم ملازمه داره با این نوع سازمانیابی. شما نمی‌تونید دموکراسی مستقیم صحبت بکنید، حکومت همه بر همه، بدون مثلا سازمانیابی شبکه‌ای عمودی مثلا فرض کنید. اصلا چنین چیزی امکان نداره، چون در نسبت با اون وقتی که از دموکراسی صحبت میکنیم این همه این امکان داشته باشن که بتونن مداخله فعال بکنن از پایین و دموکراسی اصلاح عمیق و فراگیر. آقای تقی‌روزبه اگر اجازه بدید من همینجوری این سوال از شما بکنم، آیا این جنبش در تقابل با احزاب و اتحادیه‌ها قرار میگیره؟ چون به هر حال شکل سازماندهی اونها عمودیه و همونطور که شما میگید اینا خواهان این هستن که این جنبش به شکل افقی و در واقع شبکه‌ای باشه. آیا در تقابل با این جنبش قرار میگیرن، با جنبش‌های با احزاب و اتحادیه‌ها؟ اونها رو در مقابل خودشون می‌بینن یا نه؟ ببین طبیعت این جنبش اینه که خودش رو اینطوری سازمان میده. وقتی میاد تو خیابون مجمع عمومی تصمیم میگیره فلان میکنه یه اشکال دیگه‌ای که بعدا هم ممکنه وجود اشکال دیگه. گوهرش نه شکل معینی از سازماندهی، شکلش اینه که باید افقی باشه، نه به صورت فرماندهی. اصلا فرماندهی متعلق به جامعه طبقاتی، یعنی امتیازات جامعه طبقاتی، سرمایه‌داری بر مناسبات مزدوری، استثمار متکیه، بر ایدئولوژی گفتمان متکیه و بر ساختارها. این ساختارها بسیار مهم بوده که خب در گذشته چپ بسیار توجه نکرده و بدون در همشکستن این ساختارها سرمایه‌داری امکان نداره یه اقلیت حکومت کنه بر اکثریت. خب اتحادیه‌های جریان‌هایی هستند که در حال دگرگونی هستند. همونطور که گفتم این جنبش فرادیه، در پایین در اتحادیه‌ها فشارهایی هست علیه همون بالا، اونا رو وادار میکنن که عقب نشینی کنن تا اندازه‌ای که عقب نشینی کنن، تا اندازه‌ای که خودشون با این نوع جنبش سازمان بدن. یعنی مثلا فرض کن پیوند بین کارگران در مثلا وال استریت اگر قرار باشه که بر اتحاد عمودی سازمان پیدا کنه طبیعتا نمیتونن بشن، ولی وقتی اونا میان در مجامع عمومی شرکت میکنن و شرکت هم خواهند چون نقش آفرینی یعنی کسی نمیاد مثلا رهبرانی باشه کنترل کنن جهت بدن، اصلا مبارزه طبقاتی با این اقتصاد هست کنترل شده. خب طبیعتا نمیشه، ولی معناش این نیست که اتحادیه‌ها روی ما نیستن، به خاطر اینکه سازش تاریخی وسیله که گذشته بوده وسیله خود نولیبرال سرمایه‌داری در هم شکسته شده و اینها رو له کرده و له میکنه. 35 ساعت کار کجا رفت؟
دستاوردهای دیگه کجا رفت؟ پس بنابراین خود اتحادیه‌ها دستاوردهایی نداره ازش میتونن دفاع کنن به اون معنایی که سازش کرده بودن سازش‌کاری. خب الان مجبورن چیکار کنن؟ رادیکال‌تر بشن. چرا که خود کارگران این رادیکالیزه خواهند کرد. پس بنابراین این کشمکش، این تضاد اگر هم وجود داشته باشه در واقعیت و اشتراکات، اون مسئله دیگه تکثره. اینو صحبت کنم فکر کنم به این سوال جواب مشخصه. چون یکی از ویژگی‌های مهم جنبش چند صدایی تکثر هستش. گرایش‌های بخش‌های مختلف طبقه، این خانمان با خانمان، معلمین، کارمندان، ادارات، یکی از ویژگی‌های اتحادیه‌ها همین بود که خودشون می‌بستن. حالا وارد بحثش نمی‌شیم. از زمان مارکس این مشکل به وجود اومده. ولی جنبش طبقاتی علیه سرمایه باید تمام نیروی کار استثمارشوندگان متحد بشن. این پاسوش معلم بورژوازی نمی‌تونه کسی با سیطره‌اش مبارزه کنه. همچنان سیطره‌اش رو حفظ خواهد کرد. یکی از مهمترین شگفت‌هاش همینه که این شکاف‌ها ایجاد می‌کنه. خب این تکثر یعنی اشکال هم تکثر میتونه داشته باشه، مسلماً میتونه گفتمان‌ها، میتونه مثلا زن، مرد، کارگران شاغل، کارگران بیکار، کارگران کمکار، همه اشکال و شکل مختلف اینجا وجود دارن و صداهای مختلف وجود هست. مثلا مبارزه طبقاتی به معنی وسیعش هم همین، یعنی مثلا مبارزه علیه تبعیض زنان کارگر جدا از مبارزه طبقاتی نیست که اینها که جدا شدن جنبش‌هایی شده بودن برخلاف رفیق فراهانی که میگه جنبش‌ها نیستن. این اصلا یک چیز روشن و بدیهی است که جنبش‌ها به معنی نیست که یک جنبش بقیه رو خفه کنه. پس کسا به معنی جمع شدن جنبش هاست. یعنی بر مبنای این در واقع رویکرد اشتراکات مختلفی که در میان مردم زحمتکش استثمارشدگان از اقشار مختلف، زن، مرد، ملیت‌ها، کشورهای عقب، جهان سوم، جهان اول، هرچی اینها که وجود دارن اشتراکاتشون ضمن تمایزات که وجود داره میتونن چکار کنن؟ حرکت‌های مشترک سازمان بدن، حرکت‌های پیشرفته سازمان بدن. اتحادیه‌ها در اون جایی که مشترکن با اینها اشتراک میکنن، حرکت مشترک به اشتراک میذارن، کار مشترک رو پیش میبرن. و مسلمه که یک چیز هم مهمه که کارگران در حرکت خودشون، در پراتیک انقلابی خودشون دگرگون میکنن. خود دگرگون سازی چجوری اتفاق میفته؟ ولی همه در تار و پود نظام سرمایه‌داری، همونطور که گفتم، چه مناسباتش، چه سلسله مراتب سلطه‌اش، ساختارهاش و چه لحاظ ایدئولوژی گفتمان اصلیش هستن و اصلا سرمایه‌داری به همین میباره. فکر کنم اینقدر کنترل رسانه‌ها و قدرت و فلان که مردم نمیتونن حرکت کنن. ولی وقتی که خارج از سیستم، وقتی که ویژگی‌هاش حرکت‌ها شروع میشه، اون کارگرانی که در اون سیستم هستن اونها همچون میدونن اونجا فلج شدن و سخنگویی ندارن و تمام این نهادهای موجود میرن سازش میکنن، ارگان‌های سازش هستن، طبیعتاً به این راه برمیگردن. یعنی می‌خواستم اینو بگم که تنوع و چند صدایی وجود داره، منتها بر مبنای اشتراک و بر مبنای خطوط راستاهای عمده. از جمله یکی سازمان‌یابی افقی است. یعنی معلومه که سازمان‌یابی افقی یک روند رو به فراگیری است که همه، حتی مایکل مولویتس که از این مارکسیست‌های می‌دونیم دیگه چه نظراتی داشته، در همین نوشته‌هاش که در مورد آخرینش گفته که سازماندهی عمودی شیعه جان کارگران می‌بینه که همین اصطلاح به کار برده، در حالی که اون کلاسیک اون دیدگاه‌ها رو داشته ولی در تجربه زندگی خودش این مسئله رو مطرح کرده. یعنی به وسیله اینها هست که سرمایه‌داری رو تشخیص کرده در میان کارگران، نه در بیرون از کارگران، به وسیله همین سلسله مراتب بهره‌ها. پس بنابراین اینا الزاماً به این معنی است که آنتاگونیستی باشن، در اشتراکات شما همکاری می‌کنن و گفتگو و بحث و پراتیک هم عامل بسیار مهمی است در همگرایی‌ها که طبیعتاً نقش مهمی در این جنبش